پیوند گلمرادزاده یکی از نمایندگان برجسته ژورنالیستیک امروزی تاجیک هم در کسب هم در پوبلیسیستیکا هم در علم ژورنالیستیک بودند. این کس به مکتب علمی فاکولتی‌های فیلولوژی و تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان زیست پیوندند و از بیرقداران مکتب انسانی ژورنالیستی و ادبی استاد واحد اسراری و استاد محمد جان شکور و نه فقط کاری آنها را دوام می‌دادند، راه آنها را دوام می‌دادند، بلکه در تبلیغ آنها، در شناساندن آنها خدمت‌های ارزنده هم کردند. پیوند از آدمانی بودند که برای جوانان و آن معنی حق استادی داشتند که در شکل درستی همین سخن قلم استودنتان را گرفته همراه قلم داشته نوشتن ژورنالیستیک را یاد می‌دادند. برای همین نام خاطرشان، عملشان، کارشان در قلب آنهایی که این کس را میشناختند، خودشان را میشناختند، ایجادشان را میشناختند، از گفته‌هاشان خبر داشتند باقی می‌ماند و این نام در صحیفه‌های علم ژورنالیستیک همیشه به همون شکلی که امروز درخشان است درخشان خواهد ماند. یادشان بخیر، آخرتشان قبول باشد. پیوند از دوره دانشجویی و ما بسیار نزدیک بودند. چنانچه که در اینجا استاد گفتند خدمت‌های پیوند برای هر یکی ما معلوم هست و چیزی اهم اساسی همین است که استاد پیوند انسان شریف دلی بزرگ داشتند و سالهای اخیر هر یکی ما میدونیم که استاد پیوند بسیار شخصی تقوادار خداشناس بودند و نصیبشان همین روز بوده است و من از نام دوستان، از نام تمام همکاران و اهل عائله استاد پیوند همدردی بیان میکنم. چه کنیم که زندگی همین است، یکی 10 سال، یکی 50 سال و کسی دیگری 80 و 100 سال عمر میبیند. دوستی عزیز، الهی هم جای شما جنت المأوا باشد. حیاتتون تمام شد، زندگیتون تمام شد. زندگی که برای تو جاودان هست برای تو شروع می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقة الموت. خداوند به همه ما شما در قرآن کریم خبر رو داده که هر یک صاحب روح، چه انسان است، چه حیوان است، چه درنده است، چرنده است، همه لذت مرگ را می چشد. هیچ کس از اجل گرفته نمیتوند. خواهم ناخواهم در کدام سن سال که باشد، یا در 40 یا در 50 20 یا فرق ندارد، اجل ما شما را دستگیر میکند. این حاجی امروز در سن 57 دنیا را ترک بود. عمر نه انسان از اهل بیتش، از پیش تواری، از همه فرزندایش که به کمال میرسند و وقتی منفعت اونها هستند این دنیا را ودا کردند. الله اکبر. الله اکبر.
Konuş.